بدی مردک لواد بود کدگیشتای با چی در داری؟ با چی پلانو داری؟ یا نقشای زور دارم زنک اگری عملی بگرده کو صاحب همه چی میشیم اینی مردک ای دیگه در بین زنکوی همسین هم خیلی زنی فلانی اومد انا خیلی میگردی دیگه هی مرد فوکنم خیلی دیگه انا خیلی میگردی دیگه آی خیزو مردک خیلی بگو چیه این نمیگم شما را میگن زنکو میره دیگه همه نقل میکنی باید این مردک همه یاد میگیره یگم کس ده نمیگو مردک نمیگو میگویم تا میگوی مردک نمیگو خیلی بگو چیه بگو خیلی بگو نمیگوی نه مردک نمیگو بوزی برای خونه سعدی آها خونه سعدی برای زنی سعدی را بگو که سعدی را بگه که فخریدین فیرو داره بیا یا مسئولیت بگو مسئولیت مردک مسئولیت مسئولیت زوره او خطی سعدی برای با ما دمه کی مردک یه برای شما در دخالت نداره همین زن نه، دیگه باید همه ایش را بفهمید نه، شما نه، مردک. زن فهمید دنیا فهمید دیگه مردک نرفتم یک کار گفتن تیز بکن چی زن بکنی؟ نمیفهمی نمیدانی تو حالا زندگانی رو کجا رفتی تو گم کردی وفا و مهربانی رو و مثلی من نمیابی تو دیگر یاری جانی رو به پیری میرسی روز نمیابی یوانی رو اپای خلیسا اپای خلیسا نه سر بزرگ رفتن اکای سعدی خیلی در کار داشتم تینجی بود اکای سعدی همیشون گفت که یک بار خونه بیاید چی مسئولیت داشته کتیتان مسئولیت؟ آها ما خطی شوی تو دیگه مسئولیت نمیکنم گوشامو کشیدم توبه برای چی اکا؟ برای چی؟ یک بار خطی شد مسئولیت کردم 10 سال زندانی شدم مرسی خیلی اینجا خط جموندم اونو میری یا دستخوان و پرت یا چای دم کنی یا کافی نمیاری که بخوریم او خانه برم در پیش تلویزیون یا مکردگی فقط کنای ترکی تماشا داری این خانه بیام در پیش آینه خط اسم الله کرده خط خشرو کردی روزی دراز من ندارم برای کی خشرو میکنی ختم این مردک برای تو خمه خوش رو میکنم؟ برای ما میکنی ای آدم بیزار همه بیکار مردک یک گپ گفته نمیتونی ای آدمی بیکار همه بیزار ای روزی که گرفتم تا 5 سال شد مردک همی جشتگی حتی ایجاد نمیخیزی که کورپچه را ایتای پوچت بگیرم مرد باید مرد باشم ما همه روزی اول گفته بودم میشینم باز میشینم انا که نمیخیزم باز نمیخیزم مردک جوره حافظت آمد سعدی جان درک شو آمد فخی عرب شو قربان سیام که داره منی جکن تماشا هی حسنی تو قدی دل جوی تو حسنی تو قدی دل جوی تو قدی زیبایت مرا دیوانه کرد چشم شهلایت مرا افسانه کرد فخر جان این خیلی فرمایه مودا دایوز حافظو مودا داخل میپوشن ویزیونش چی کردم فراسیما رفتم 3 خونه در باید گفتم دیگه دویدم ای تعطیل خوندم همون شعر نویسندگی تر خوندم 3 سرکه پر دادم بردم در خونه موندم باید خونه دیگه رفتم انایشه برای تو آوردم ای رحمان بینادور ما به نظر میگیریم این خدمتای طرف گم نیست آخه میگن که دوست باشد اون که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی برام اینا رو برای خود آوردم ای مردک ای همی بیکار گشتنه رنگ همی اکم حافظ شه چیکارت میکنن؟ یه تر سر زدگیه چیه؟ آخی ما این خیلی بد بیکار نیستم بچه ها تیاره؟ سعدی جان تیاری؟ کدام سرود؟ نیسا جان میشه بخیر میشه تیسیز بگو زنم میوه با بازم سنتی مشقه نیسا جان گلکی من نیسا جان
دستم زنم جون اینجا در شما تالار ورزشه؟ در خونه نه نان های نه چای های نه محصولات شیش چه نه اینجا انسامبلی خیلی رقص بازی کرده توی نیست اینه دفتر در دستی مای ایما توی نیست زکاتی توی هم نمیگیم خیلی همه برای کنه تست خیلی برای اینجا تست برای تست کنه تمام بخیر برو اینجا ششتی برو تست باز یک روزی خموش شدی گذشت در تلاشی آب نان باز ینگه ما را پیش کرد شب خیره ینگه ای جان شب خیره جوره ای جان شب خیره خطوی آینده ده میبینه برو مالی توی نیست برو برمه توی نشه بخشیشه من بزنم باید تو بایدم شروع میشه بشی؟ خیلی بشی چی چیکار کاری تو؟ همه ده خونه فراد کرده دنبال همسوی همه فهمیدیم دختم ماش میکنیم پگه توی در برامن میکنیم پل میویم ما انسامبلی خیره شما رایش که توی فراد هم میکنه خروز فراد میکردن اکر؟ خب کن خروز فراد میکردن او خروز نام داشته خیلی آدمگری شای نه حرمت های بره ناشکر برو دوانجا کتابم نبینم دیگه رنگ گروتا دیگه نبینم برو تیزای پیشم نمیبینی دیگه نمیبینی صدقه آدمگری شای توی نداریم میشود یک روز توی یخی بیزار کردیم یه دختم هی ها بیار یکون او بیار کجا شد یه دختم من آی افتایی بگی بودا من گشنگی چی نمیشه باید تشنگی یکون چی میشه یه دختم هی ها چی میگی ها بیا اینجا چی میگی بیا اینجا بگی کستوما آی دیولای بوار که مو حافظ بوی اکتریس بوی اکتریسگی بکنم یه دختا شکلات بیاره شیرینی بیار اکنم تو مزوق خلیص مالا بشی جا ایجا بشی آی چی نغمه بویی اوه میگم قفونکی میایی کستومه بیار بر قفونکی میایی کی یاد گرفتی بویی را با شیرینی گفته ازم قفونکی اومده سی چخیلی نغمه بویی خودت گفتی کو چی گفتم رنگ رو تنه بینم ای سری جو خوش اومدی باور کن رحمت. چند سری سودا رحمت ام خیلی سلامت خوش باشی. اومدی باور کن چند سال چی ندیده بده؟ 5 سال شده 5 سال ممکنه 5 سال شده 5 سال شدیم همین توی 5 سال شدی آه گفتم میشین نمیره یک چی بپازی اوخی یک خمیر کن نون بپاز بیرو نون که بیرو های در خونه یک گرد آر نیست با چی نام بپزم در خونه اگر اور نیست بچه بپازم خیلی فطیر که سلام یک با مسال میکنی تو مرا کسال میکنی بایم گپو یا هم کورز دامشو خوش نمیمونه اوخی اما خیلی چیکار کنیم خیشلاقو خیلی تین جای سوزای این بهار دادی دیدی چقدر بارونو بریده یا نمود بارونوی سیل برید که یک هفته روز هم که بارون مایدی تز بارون گرفت ششای بهار اوخی او ششه بهار همین خیل بارون گرفت همین گرم بس نکرد ای در خیشلاق موکو سادی جون هر یا جولا زد میدونی جولا بوری؟ وو چند قدری؟ این کلا بریدن کلا بریدن او کالا وره؟ کالی کی وره؟ کلای تو بری بدا کلای تو بری ولی بگو کدوم باریدن؟ اینکم شاید جا
فتیر نکه دیالم